جلسه رو دو قسمت بکنیم. یه قسمت در مورد موضوعایی که مطرح شد توسط داورای این مدت توی حالا خصوصی گپ و گفتا. یه قسمت در مورد طرح‌ها به صورت موردی، اونایی که چند نفر دیسکاشن روش زده بودن. من طبعاً یه فهم در حد خودم نسبت به مسئله محیط زیست دارم، ولی یه سوالات و ابهام‌هایی دارم که فکر می‌کنم تو این جلسه احتمالاً برام شفاف‌تر میشه. ولی اگه آزاد کردن زیستگاه باشه که میشه شامل کانسرویشن حسابش کرد. خب شما قبلا این کار رو انجام دادید، نتیجهش کو؟ آیا به جایی رسیدی؟ شاید مثلا تو پروپوزالشون نیاوردن ولی داشته باشن، نمیدونم. بررسی اولیه، یعنی که جلوی هر کدوم از این طرح‌ها یه تیک حداقل ما داشته باشیم که من بتونم ریجکت‌ها رو قرمز کنم.